شاید براتون جالب باشه که بدونین اکثر این آقایون بازیگر که با استایل جذابشون دل همه رو میبرن همیشه هم اینقدر اندام روی فرم و باحالی نداشتن. اگه میخواین بدونین بازیگر مورد علاقتون چی بود و حالا چی شده، این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندین. عضو کانال لنز در یوتیوب بشید و این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. شماره 1 جان یامان. حقیقت اینه که اون همیشه عاشق ورزش کردن بود و ورزش‌های زیادی انجام داده و همینم راز استایل خفن این بازیگره. جان که عکسای سیکس پکش توی اینترنت قوقا به پا کرده، برای بازی توی نقش به یاد موندنیش جان دیوید در سریال پرنده سرخیز نیاز به یه بدن فوق‌العاده ورزیده و عضلانی داشت. اون 5 ماه تمام روزی 1.5 ساعت بوکس و 1 ساعت کراسفیت کار کرد تا به اندام مورد نظرش برسه. بعد از اون دوره تمرین فشرده همه از دیدن جان با این حجم از عضله واقعا شگفت زده شدن. جالبه بدونین که به گفته جان اون همیشه به خاطر شونه‌های پهنی که داره با مشکل خرید لباس مواجهه. شماره 2 کرم بورسی. کرم خوشتیپ یه جورایی یکی از ورزشکارترین بازیگراست. البته نه تنها ورزشکار بلکه مربی هم هست. خب دیگه فکر نکنم با این اوصاف انتظار داشته باشین کرم رو حتی یه روزم با چربی و اضافه وزن ببینین. اما چیزی که ازش خیلی جلب توجه میکنه روز به روز ورزیده تر شدن اندامشه، تا جایی که حتی هاندم نتونست نسبت به پست کرم از تمریناتش توی باشگاه و نمایش عضلاتش بی تفاوت بگذره و با گذاشتن یه ایموجی در موردش نظر داد. کرم برای رسیدن به این اندام ایدئال 6 ساله که 5 روز در هفته روزی 1 ساعت میدوه و 2 ساعت هم بوکس و کراسفیت کار میکنه. کرم بورسین میگه ورزش مثل اعتیاد، هر زمان و هر مکانی که بتونم ورزش میکنم. شماره 3 تولگا مندی. تولگا وقتی بچه بود یه لقب باحال داشت، اونم چیزی نبود جز پاندا. دوستای تولگا از بس که توپل بود اونو پاندا صدا میزدن. اما سالی که آماده میشد برای کنکور این اضافه وزنش به اوج خودش رسید و 98 کیلو شد. اون در عرض 9 ماه با ورزش کردن به 79 کیلو رسید و چربیاش جاشونو به سیکس پک دادن. اون همچنان داره ورزش میکنه و قصد داره به زودی از اندامش رونمایی کنه. شماره 4 آکین آکینوزو. کی باورش میشه آکین خوشتیپ یا همون میران جذاب سریال هرجایی که پای ثابت ورزش و بوکس و فیتنسه یه روزی 120 کیلو بوده باشه؟ بله دوستان، به گفته خود آکین اون یه دوره‌ای کلی چاق و توپلی بوده که با اراده تونسته 50 کیلو کاهش وزن داشته باشه و وزنش رو به 70 کیلوگرم برسونه. انتشار عکس دوران چاقی آکین عین یه بمب توی شبکه‌های اجتماعی ترکید و یه جورایی نسخه 120 کیلویی آکین واسه همه غیر قابل باوره. جالبه که آکین نه تنها الان دیگه لاغر نیست بلکه یکی از خوش استایل ترین بازیگرای مرد ترکیه حساب میشه. آفرین به این اراده. شماره 5 آراس بولودای نملی. آراس یه دوره‌ای در سال 2013 خیلی کاهش وزن چشمگیری داشت. اون توی مصاحبه گفت که به خاطر نقشش توی فیلم سینمایی آماده‌ای که یه پسر با مشکلات جسمیه مجبور شده در عرض 1 ماه 9 کیلو کم کنه تا اثری از اون آراس عضله‌ای و خوشتیپ باقی نمونه. اون از 7 روز هفته 3 روز فیتنس و کراسفیت کار میکرد و 2 روز هم کیک بوکسینگ. تغییر استایل آراس کاملا قابل مشاهده است. شماره 6 برک اوکتای.
برگ از 16 سالگی وارد دنیای مدلینگ شد، پس یه جورایی همیشه از استایل خوبی برخوردار بوده و پای ثابت ورزش کردن بوده. اما برای بازی نقش یک کاپیتان تو سریال جنگجو نیاز به یه هیکل کماندویی داشت و باید 8 کیلو وزن کم می‌کرد بدون اینکه به عضلاتش صدمه‌ای برسه. پس اون با تمرینات فشرده کاردیو و فیتنس با یه اندام ورزیده و باحال توی اون سریال همه رو شگفت زده کرد. شماره 7. چاغاتای اولسوی. چاغاتای که چند سال پیش هواداراش به خاطر هیکل باحالش بهش لقب هرکول بودروم رو داده بودن، یه بسکتبالیست حرفه‌ایه و هیچ روزی از ورزش غافل نمی‌شده. اما نگم براتون از عکسای جدیدش و واکنشای جالب طرفداراش به چاغاتای 100 کیلویی و انفجار رسانه‌ها. البته دلیل این افزایش وزن بازی اون در یه سینمایی بود که نیاز بود هم چاق بشه و هم حسابی ریشاش بلند بشه. این روزا چاغاتای تونسته با شروع دوباره تمرینات ورزشیش و رژیم غذایی تا حدودی از شر اون اضافه وزن خلاص بشه. دم چاغاتای گرم که هم اراده داشت چاق شد و هم اراده کرد لاغر شد. شماره 8. ابراهیم چلیکال. ابراهیم چلیکال یه ورزشکار حرفه‌ایه، تا جایی که قبل از بازیگری توی لیگ ترکیه یه بازیکن بسکتبال حرفه‌ای به حساب می اومد. اما اوج روی فرم بودنش مربوط میشه به بازیش توی سریال عشق سیاه و سفید که با تمرینات فشرده کلی تغییر کرد و همه رو با تناسب اندام و آمادگی جسمانی فوق‌العاده‌اش توی نقش فرهاد متحیر کرد. شماره 9. باریش آردوچ. باریش خوش‌استایل که به کیک بوکسینگ، وزنه برداری و فوتبال مشغوله و 8 سالم غریق نجات بوده، از هر فرصتی استفاده میکنه تا هیکل روی فرمش رو توی اکانت اینستاگرامش به نمایش بذاره. اون معتقده که این کار باعث تشویق هواداراش به ورزش میشه. جالبه بدونین که هوادارای باریش عضلات تکه باریش رو به تکه‌های لوزی شکل باقلوا تشبیه کردن. اما حتی باریش هم که باشی ممکنه دچار اضافه وزن بشی. سال 2018 عکسایی از باریش تو تعطیلات تابستونیش پخش شد که نشون از اضافه وزن و آب شدن عضلاتش میداد و کلی باعث اعتراض طرفدارا شد که بابا خوشتی، پس اون باقلواها کجان؟ قبل از دیدن ادامه فیلم روی دکمه عضویت کانال یوتیوبی لنز بزنید. شماره 10. اوزار کایگیلار اوغلو. اوراز 140 کیلویی که 25 سال بود از اضافه وزنش رنج می‌برد، بالاخره سال 2008 عزمش رو جذب کرد تا از شر اضافه وزنش خلاص بشه. البته باید بگم که مسخره شدنش به وسیله پسرعموش و نگرانی‌های مادرش توی این تصمیم بی تاثیر نبود. اوراز موفق شد با کمک رژیم در عرض 2 سال 64 کیلو کاهش وزن داشته باشه. شماره 11. بوراک اوزچیویت. بوراک خوشتیپ سال 2018 همزمان با هم پول زیادی از دست داد و هم وزن زیادی. خبر ضرر مالی 7.5 میلیون لیریش به خاطر فروش کم 2 تا از فیلماش و کاهش وزن 10 کیلویش توی رسانه‌ها کلی سر و صدا به پا کرد. بوراک بعد از این کاهش وزن همه لباساشو به خیریه داد. بوراک هیچ وقت هیکل عضلانی نداشت، اما این کاهش وزنش مقدمه خوبی بود که روی استایلش کار کنه. بوراک هر روز ورزیده تر شد و الان از استایلی که داره خیلی راضیه. شماره 12. مراد ییلدیریم. مراد با ورزش کردن و رژیم غذایی تونسته در عرض 1 ماه 12 کیلو وزن کم کنه و حالا ورزش جزئی از زندگی اونه. اون با پیگیری یه رژیم سالم مدت هاست که تونسته فرم و استایل خودش رو حفظ کنه. مراد ییلدیریم تمرینات عضله سازیش رو داره ادامه میده.
شماره 13 کنان میرزالی اغلو. کنان سال 2018 به خاطر نقشش تو فیلم مهمت فاتح یک جهان به مدت 8 ماه 5 روز در هفته و روزی 2 ساعت تمرینات مداوم شمشیرزنی و سوارکاری انجام میداد و توی این مدت کاهش وزن زیادش از چشم‌ها پنهون نموند. شماره 14 تولگاهان سایشمان. تولگاهان سال 2013 یک کاهش وزن 10 کیلویی داشت. اون با تمرینات و رژیم سخت در عرض 1 ماه و نیم 10 کیلو کم کرد تا خودشو برای بازی در نقش جدیدش در سریال تبعید بزرگ آماده کنه. تصویرای تولگاهان به اندازه کافی گویای ماجراست. شماره 15 تولگا ساریتاش. تولگا ساریتاش سال 2017 یک کاهش وزن عجیب داشت. اون فقط توی 16 روز 9 کیلو کم کرد تا بتونه در فیلم فوق‌العاده زیبای پسر شیطان یا پسر بد به زیبایی ایفای نقش کنه. شماره 16 کیواش تاتلیتوق. کیواش برای بازی در سریال کوزایگونه 13 کیلو و بعد از اون برای فیلم سینمایی زیبای رویای پروانه 7 کیلوی دیگه هم کاهش وزن داشت و واقعا غیر قابل شناسایی شد. به گفته کیواش اون با انجام ورزش با سرعت خیلی زیاد تونسته به این مقدار کاهش وزن برسه، اما بعد از این کاهش وزن شدید دوباره با انجام تمرینات ورزشی تونست به تناسب اندام برسه. ناگفته نمونه که کیواش یه دور بعد از ازدواجش با اضافه وزنش کلی سوژه رسانه‌ها شد و بهش لقب کیواش یاغلی‌توق یا به فارسی کیواش چربی‌توق دادن. شماره 17 رضا کجااغلو. وقتی عکسای تابستون پارسال و امسال رضا رو مقایسه می‌کنید یک چیزی خیلی تو چشمه، اونم سیکس پک اونه که تبدیل شده به یه ایربگ. ببینید دوران قرنطینه خونگی و بخور و بخواب با رضا چیکار کرده. شماره 18 جیم ییلماز. جیم ییلماز که سالها در آرزوی کاهش وزن و هیکل رو فرم بود، بالاخره سال 2018 با کمک یه مربی فیتنس این بار موفق شد و به آرزوش رسید. اون در عرض 10 ماه 20 کیلو کاهش وزن داشت و یه ظاهر مناسب پیدا کرد. اما جیم ییلماز خوش‌هیکل یه سال بیشتر دوام نیاورد و بازم تبدیل شد به همون جیم ییلماز با شکم تو آفساید. چه میشه کرد دیگه؟ جیم ییلمازه. خب دوستای لنزی، دیگه از تغییرات کدومشون شگفت زده شدین؟ اصلا باورتون میشه که اونا برای یه نقش مجبور باشن اینقدر تغییر وزن بدن؟ نظراتتون رو برای ما بنویسین و ما رو حمایت کنین. راستی عضویت تو کانال لنز فراموش نشه.